سلام دوستان عزیز. نه پیکاسو یه نقاشی کشیده منو بیار. تقدیم کرد چرا منو نمیاری؟ به آرمین. وقتی که آرمین این نقاشی را دید بسیار خوشحال شد. همیشه همین پیکاسو کشید. یکم خواست من بکشه با چوب زدم تو دستش قطع شده شد که چه چلاق شد. ارسی باباشا گفت بهم بدی تا بگم شکایت نکنه. منم بگیر مجبور شدم پیکاسو را تو خاکش غرق کنم، بذارمش تو خاک همجور مومیایی بذارم که یادگاری برای آیندگان یاد بگیرم که نخوان اخاذی کنم. یکی بود یکی نبود از خدا ایشکش نه منو بگیر یشکش نه ایشکش نبود فقط من بودم بود. من فقط بودم. نه یه پلیسی بود ماشین گازو گرفت همینجور واسه داد. نه اسمت چیه؟ آرمین. خوشحالی؟ آره چرا خوشحالی؟ خب دیگه منو بگیر این برا نگاه این برا کن. نه اونجوری نه نیفته رو. پیکاسو بعد از اینکه تو خاک بود مومیایی نه بذار گسمو بگم کشیده بود. بذار گسمو بگم آیندگان با اینشون بذار گسمو بگم یکی بود یکی از خدا عشقش یه پلیسی بود گاز گرفت یه ماشین صندلی نشست آقا پلیس بعد ماشین تون رفت بیو زد بیو زد از اون جلو ماشینش خوابون خودش هم گذاشت تو. خداحافظ شب بخیر کلابه بخونش نرشید. یکی از دوستان گفته گردنبند 7 چاکه را به ما معرفی کن. یه دونه دارم یه ذره از 7 چاکه بالاتری 20 چاکه هست. من نگاه کنم هر کی خواست نگاه کنه 100,000 تومان باید بده. بفرما. هر کی هم خواست بخره 100 میلیون بفرما دلار نمیفروشم. بده بفرما بده دیگه نمیفروشم. گفتم که خداحافظ.